سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. خدمتتون رسیدم که یک گفتار جدید ارائه بکنم از کانال مهارت افزایی. همینطور میتونید گفتارمون رو بر روی کانال گروه مهاجرتی رومانو بر روی تلگرام و یوتیوب بشنوید. گفتار رو در 3 قسمت پی میگیریم. ابتداً با یک مثال و پاره توضیحات شروع میکنم و باقی مباحث رو هم در ادامه در خدمتون هستم. ما همیشه باید در نظر بگیریم که مسائل مادی بسیار بسیار متفاوت از روح و روان آدمی. شما یه ماشین رو در نظر بگیر که 5 سال پیش خریدی، نو بوده، صفر بوده، خوب بوده، ولی الان بعد از 5 سال، بعد از مدت زیادی که شما استفاده کردید، مستهلک شده و هر روز شما باید ببریدش تعمیرگاه. وقتتون رو میکشه، هزینه‌های زیادی رو بهتون تحمیل میکنه و هزار مشکل دیگه. شما به این نتیجه میرسید که این ماشین قدیمی رو باید بذارم کنار، باید بفروشم، یه ماشین نو بخرم. و همین کار رو هم میکنید، چون عقل سلیم این رو به شما میگه که ماشین قدیمی جز ضرر و مشکل هیچ فایده دیگه‌ای نداشت. ولی ماشین جدید الان به شما فقط و فقط سرویس میده بدون اینکه اون هزینه‌های قبلی رو تحمیل بکنه. ولی این فقط در رابطه با ماشین و بعد مادی صدق میکنه. شما نمیتونید همین حرف رو بزنید، همین تصمیم رو بگیرید و به همین نتیجه هم در رابطه با روح و روان انسانی برسید. اون عزیزانی که عزیزی رو از دست دادن، اون دوستانی که عزیزی رو از دست دادن، میدونن که چقدر سخته، چقدر وحشتناکه که شما هر آن، هر ثانیه، هر روز جای خالی اون عزیز رو حس بکنید. چقدر وحشتناکه که شما دیگه نمیتونید دستش رو بگیرید، نمیتونید ببینیدش، نمیتونید در آغوش بکشید، نمیتونید ببوسیدش. شما رو دچار یک فقدان ابدی میکنه. اینجا یه ترم جدیدی، اصطلاح جدید که میخوام خدمتتون معرفی بکنم، لاس یا فقدان هست. اگر کسی این تجربه تلخ رو که در موردش صحبت کردیم داشته باشه، دچار فقدان شده. همینطور اگر کسی جدایی رو هم تجربه کرده باشه، احساساتی مشابه رو تجربه کرد. یعنی اگر که ازدواجش، رابطش پایان پیدا کرده باشه با یک جدایی، کاملا همون احساسات رو که شما عزیزی رو از دست دادید تجربه میکنه. البته به اضافه فیلر که شکست، که ما در رابطه با این الان بحثی نداریم، ولی فقدان یا لاس شما رو در همون سراشیبی رسیدن به افسردگی هدایت میکنه. هیچ فرقی نمیکنه که حالا فیلر باشه، فقدان باشه، و همواره ضررش از منافعش بیشتره، مگر اینکه در یک معدودی روابط، در ازدواج‌های خیلی 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 تعداد پایینی از این ازدواج‌ها طلاق درمان باشه. حالا ما وارد اون جزئیات هم نمیشیم. در باقی روابط اگر شما دچار فقدان نشید، برنده هستید. پس عقل سلیم اینجا به ما میگه که بمان و پس بگیر. اگر شما بتونید که رابطتون رو حفظ بکنید، رابطتون رو پس بگیرید،
ازدواجتون رو پس بگیرید، بازسازیش کنید، نوسازیش بکنید، ضرر کمتری بهتون میرسه. چون حداقل دچار فقدان نمیشید. داستان ماشین نیست. شما یه ماشین خریدید جدید از ماشین 5 سال پیشتون، آپشن های بهتری داره، این کار هم بدون دردسر انجام شده، بسیارم راضی هستید، هیچ داد و ستد احساسی هم با ماشینتون نداشتید، نهایتا بهش عادت کرده بودید، نهایتا دوستش داشتید، ولی اون هیچ وقت به شما نگفته که صاحب عزیزم منم دوستت دارم. شما هیچ وقت با ماشینتون عشق بازی نکرده بودید، هیچ وقت ازش کلمات و حرکات لطیف دریافت نکرده بودید. پس بعد از یه مدت عادتتون به ماشین قدیمی از بین میره و خیلی هم خوشحال هستید که ماشین جدید گرفتید، آپشن های زیادی داره، کاملا هم این پلن برنده است. ولی پارتنر جدید، همسر جدید به این سادگی ها نیست. یکی از مشکلاتی که بسیار بسیار دیده میشه مقایسه گری هست. انسان ذهن مقایسه گری داره. شما یه ماشین نو خریدید، هر روز به خودتون احسنت و آفرین میگین، میگید چقدر آپشناش بهتر شده، چقدر خوبه. حالا شاید یه سری از آپشنای قدیمی رو نداشته باشه، ولی در مجموع کاملا بهتره. ولی خواهی نخواهی شما همسر دوم رو با همسر اول مقایسه میکنید، از لحاظ رفتاری، از لحاظ فیزیکی، و همین مقایسه کردن انتظاراتی رو در شما به وجود میاره و چون شما پاسخ این انتظارات رو دریافت نمی کنید با مشکلاتی مواجه میشید. البته راهکار درست اینجا هستش که شما این مهارت رو داشته باشید که مقایسه گری نکنید، یا اگر مقایسه گری کردید سعی بکنید که در روح و روانتون و رفتارتون کمترین تأثیر رو داشته باشه. خب اینا آموزش میخواد، مهارت میخواد، کار آسونی نیستش. پس رابطه جدید، همسر جدید 100% موفقیت رو به دنبال نداره و این رو هم بدونید ریت جدایی در ازدواج‌های دوم بسیار بیشتر از ازدواج‌های اول هست. حالا همین رو تعمیم بدید به روابط. شما احتمالاً خیلی خیلی اطرافتون و در این روزهای ایران دیدید که افرادی هستن روابط سریالی دارن. تا حالا 20 نفر تو زندگی و بنده خدا اومده و رفته. دیگه اصلا در یک رابطه موندن براش شده آرزو، در قسمت نشدنها تیک خورده. پس میبینیم که چقدر یک داستان مادی مثل ماشین نو خریدن و جدایی، ازدواج جدید، رابطه جدید با هم متفاوته. این داستان جدایی شما رو دچار فقدان میکنه. بر روی توییتر خوندم که خانومی نوشته بود که از همسرش جدا شده، خیلی مشکلات زیادی داشتن که بعد از جدایی حل شده، دچار اون آسیب هایی که شده بوده نمی شده بعد از جدایی. علاظاهر توی رابطه ابیوزیو بوده، ولی هیچ وقت آخرین لحظاتی، آخرین شبی که در یک خونه با همسرش بودن رو فراموش نکرده بود و رو توییتر نوشته بود که همسرم یادم نیست ماکارونی یا پیتزا یا همچین چیزی دوست داشت. اون شب آخری که آخرین شبی که با هم در یک منزل بودیم این غذا رو گرم کردم و خودم خوردم، به ایشون ندادم. الان که مدت زیادی از این جدایی و از اون شب مذکور میگذره، من همچنان دارم قصه میخورم، آه میکشم، میگم چرا
اون غذایی که همسر سابقم دوست داشت و بهش ندادم. اون حالا من نقل به مضمون کردم. اون خانم داشت قصه میخورد، من دارم میگم عزاداری میکرد، خودش رو مماشات میکرد، خودش رو سرزنش میکرد و از همین یه توییت من میتونم بهتون بگم که ایشون وارد فاز افسردگی شده. اصلا و ابدا درش شکی نیست و 2 مسئله عاملش بوده، یکی فقدان و یکی فیلر، شکست. حالا کدومش شکست در ازدواج و رابطه‌ای که داشته یا فقدان که از دست دادن همون همسرش بوده. در نهایت این 2 مسئله هلش داده به این پرتگاه افسردگی و 1001 مشکل دیگه روحی روانی. پس همینجا با هم نتیجه میگیریم بمان و پس بگیر. خیلی خیلی منافعش بیشتر از این هستش که شما جدا بشی. حالا ممکنه بگید باشه من یه طرفه چجوری بمانم و پس بگیرم اگه اون همسرم نخواد، اگر اون پارتنرم نخواد. من بهتون میگم که حتما همه از روز اول نباید بخوان. اصلا همه از روز اول آمادگیش رو ندارن که بخوان یک رابطه رو نوسازی یا بازسازی بکنن. اون رو هم باید به دست آورد. یعنی غیر از مرحله 0، غیر از مرحله 1 تا بریم به مرحله 2 و 3 و 4، یک مرحله آمادگی و پیش از 0 وجود داره. باید رو اون کار کرد. اگر شما الان دارید این گفتار رو گوش میدید متوجه میشید که اگر بتونید این همه آسیب رو ازش جلوگیری بکنید پس ارزش داره که اون مرحله آمادگی رو هم فراهم بکنید. برسم به قسمت دوم مطالبم. یک کتابی هست به نام کالبد شکافی صلح که کتاب بسیار جالبیه، مهارت‌های خیلی زیبایی آموزش میده، در کاتگوری لیدرشپ و حل مناقشه قرار میگیره. این کتاب میتونه بهتون هم آموزش بده، هم این باور رو در شما ایجاد بکنه که آماده شدن برای تغییر امکان پذیره و حتی همین الان که شما میخواید تغییر کنید یا آمادگیش رو دارید، باز باید تغییرات بیشتر و گسترده تری بکنید تا طرف مقابلتون هم آماده بشه که مرحله 0 یا 1 رو استارت بزنه. اگه این کتاب رو بهش دسترسی داشتید بخونید، بسیار آموزنده است. من خودم در زندگی روزمرم از یه سری از مهارت‌هاش همچنان استفاده میکنم. ولی اگر گرفتید و خوندید به چند تا مسئله دقت بکنید. مهارت‌هاش بازم میگم خیلی زیباست، بسیار کاربردیه، ولی در سطوح فردی. یعنی نمیشه این کتاب رو بخونی و بگی باشه من یه سری مهارت‌ها یاد گرفتم الان میرم مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین رو مدیریت میکنم. اصلا و ابدا سطوح فردی، بین شما و همسرتون، بین شما و فرزندتون، بین شما و برادر و خواهرتون، بین شما و افرادی که خانواده میدونینش یا بسیار بسیار به شما نزدیکه، اینجا کاربرد داره، اینجا کار میکنه در حل مناقشات سیاسی، تجاری و از این دست اصلا و ابدا کاربردی ندارد. این رو در نظر بگیرید در رابطه با این کتاب. عنوان نکته 1 در رابطه با یه نکته 2 هم بگم در رابطه با کتاب، اینکه این کتاب در بستر یک داستان این آموزش ها رو به شما میده. داستان کاملا فیکشناله، کاملا خیالیه،
علل خصوص برای یک ایرانی اگر این کتاب رو بخونه ممکنه اون داستان عصبانیش کنه، یه ذره آزاردهنده باشه، ولی بدونید این داستان نه حقیقت داره نه واقعیت. حالا کاری به تفاوت فلسفی حقیقت و واقعیت ندارم، ولی نه حقیقت داره نه واقعیت. یعنی این داستان با واقعیت روی زمین اصلا و ابدا همخوانی ندارد، فقط خیالی هست و در بستر این داستان به شما این مهارت‌ها رو آموزش میده. پس این دو موردی که گفتم رو در نظر داشته باشید. همچنین افرادی که خدای نکرده در خانواده حالا بیماری اعتیاد دارن و مشکلات تنظیم روابط، این کتاب میتونه خیلی کمک کننده باشه. این کتاب به ما آموزش میده که بمان و پس بگیر شدنیه. آماده شدن برای بمان و پس بگیر امکان پذیره. این قسمت دوم صحبتام بود. یه خلاصه کوچیک بکنیم. در رابطه با فقدان صحبت کردیم و مشکلاتی که جدایی پیش میاره، لاس و فیلر، و اینکه در پرتگاه افسردگی میتونه بندازتتون، و پلن برنده این هستش که بمان و پس بگیر. منافعش خیلی خیلی بیشتر از جدایی هستش و همینطور هم این کتاب رو به شما معرفی کردیم که درش شدنی بودنش رو واقعا نشون میده و مرحله آمادگی رو هم آموزش میده. در رابطه با اون مبحث مقایسه‌گری ذهن انسان هم یه اشاره هایی کردیم و افرادی که وارد رابطه های سریالی و یا شکست در رابطه های بعدی میشن. این تقریبا خلاصه‌ای بود که در رابطه باهاش صحبت کردیم. بریم سراغ قسمت سوم. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت سوم یه 2 دقیقه‌ای هم در رابطه با این صحبت کنم. ببینید تو ایران یه عبارت هست که ما خیلی روش پافشاری میکنیم: انتخاب اشتباه. ما انتخابمون از اول اشتباه بود. البته باز داخل پرانتز ایران جامعهش یک جامعه نرمال نیست. بسیار مشکلات عجیب غریب داره که جامعه انسانی اصلا و ابدا تاریخ انسانی تجربهش نکرده. خب به خاطر همین مختصاتش هم متفاوت و آزموده نشده است، ولی حداقل این قضیه یه مقدار برای من جای صحبت باقی میذاره در رابطه با انتخاب اشتباه. کاری اصلا با انتخابگری پارتنر و همسر نداریم. به صورت کلی اگر کسی یه سری رد فلگ داشته باشه که اونها هم محدود هستن، نباید به عنوان همسر یا پارتنر انتخاب بشه. در مرحله انتخابگری ما وارد اون نمیشیم. خودتون اگه دوست داشتید برید بخونید. ولی وقتی که وارد اون رابطه شدید، اگر درمان رابطتون ببینید هر کسی که مریض میشه برای شیمی درمانی که تجویز نمیکنن، درمانهای متفاوت. خدای نکرده اگر کسی کنسر داشته باشه، اونم در نوع خاصی که روش حالا اثر بکنه، شیمی درمانی، رادیوتراپی و ممکنه یه جراحی مثلا تهاجمی رو تجویز بکنه. پس جدایی هم در تمام رابطه ها درمان نیست. این انتخاب اشتباه رو در ذهنمون بسیار بزرگ نکنیم. شما میتونید با هم دیگه به نقطه مطلوب، به نقطه توازن نزدیک بشید. ما نمیتونیم پرفکت باشیم، ولی میتونیم به سمت مطلوب بودن حرکت بکنیم، به اون نقطه برسیم. پس خیلی انتخاب اشتباه جایگاه خاصی پیدا نمیکنه، مگر اینکه اون رد فلگایی که پرچم‌های قرمزی که عیانه اونها رو هم دیده باشیم، اونها هم تعدادش محدوده و انتخاب کرده باشیم.
اون حالا باز مسئلهش متفاوته. پس قسمت دوم رو هم تموم کردیم، یه خلاصه هم گفتیم، این توضیحات کوچیک رو هم در رابطه با انتخاب اشتباه دادیم. بریم سراغ نویسنده کتابمون که مهارت‌های اصلی رو می‌خوایم ازش آموزش ببینیم. نویسنده کتابمون میگه که ازدواج مثل یه قایق میمونه که شما روزی که ازدواج میکنی، روزی که رابطت رو شروع میکنی، در بالادست یک رودخانه این قایق رو به آب میندازی. سرنوشت قطعی و طبیعی این قایق این هست که از بالادست رودخانه برسه به پایین دست رودخانه. دقیقاً داستان زوال، دقیقاً داستان این که شما اگر یک مهره فلزی رو، یک توپ کوچیک رو از یه نقطه‌ای رها بکنید به سطح زمین میرسه. داستان ازدواج و بالادست و پایین دست رودخانه هم همینطوره. خواهی نخواهی این اتفاق برای قایق روی آب میفته. اون جایی که ما قایق رو به آب میندازیم پر از هیجان، پر از احساسات مثبت، پر از رضایت، پر از شادیه، ولی کم کم که میاد به سمت پایین دست اینها کاهش پیدا میکنه. پس این روند طبیعیه. اول ما بدونیم که این یک روند طبیعیه. انتظار نداشته باشیم که رابطمون، ازدواجمون دقیقاً همون شکلی باشه که 5 سال پیش بود، همون شکلی باشه که 10 سال پیش بود. ما اصلا شکل 10 سال پیش و 5 سال پیش نیستیم. پس ما این رو به عنوان یک روند طبیعی بپذیریم. اگر نپذیریم، اگر انتظاراتمون غیر واقعی باشه، مشکلات زیادی برامون سر راهمون ایجاد میشه. پس بدونیم روند طبیعی این به سمت زوال رفتن هست و همینطور انتظارش رو هم داشته باشیم. این قایق ما اگر که پاروزنی نداشته باشه، اگر موتوری نداشته باشه، اگر موتورش بنزینی نداشته باشه، میاد به پایین دست. بخوایم یا نخوایم این اتفاق میفته. پس ما باید سعی کنیم که قایق رابطمون رو در بالادست یا نزدیک به بالادست نگه داریم. کجاست بالادست؟ اونجایی که رضایت فراهمه. رضایت نزدیک به حد اکثری، رضایت نزدیک به مطلوب. ما نمیتونیم به تکامل برسیم. اصلا ما نمیدونیم تعریف کامل چی هست، چه برسه به این که بهش برسیم. پس در حدی که رضایتمون، شادیمون در زندگی افت نکنه، ما باید به اون سمت قدم برداریم. یادتون میاد تو گفتارهای قبلی گفتم جدایی ها وقتی اتفاق میفته که رضایت در کف قرار داره. پس اگه ما رضایت رو در سطح بالاتری نگه داریم، جدایی امکان وقوعش کمتر میشه. در تمام ازدواج ها فرزند اول که به دنیا میاد رضایت تقریبا نصف میشه. فرزندهای بعدی مشکلات بسیار، مثلا جامعه ایران که پر از مشکلاته که دیگه رضایت آدم رو میخوره. یعنی رضایت احتمالاً ایجاد شده از اون ازدواج و داشتن یک همسر، یک پارتنر، کسی که در کنارت باشه، بسیار بسیار سریع مصرف میشه. شما از بالادست خیلی سریعتر سقوط میکنید به پایین دست. پس بعد سریعتر، بیشتر، بهتر پاروزت، مهارت‌های بیشتری رو آموزش دید و به کار بست تا رضایت سطحش بالاتر بمونه.
این تنها راهی هستش که ما میتونیم طی بکنیم تا رضایت و شادی در زندگیمون حضور داشته باشه. و اگه به خاطرتون باشه، اگه در خاطرتون باشه، اون دوتا کفه ترازومون تقریبا در یک سطح قرار بگیره، توازن برقرار باشه. و اون 3 فاکتور عمده‌ای که در رابطه باهاش صحبت کردیم، اثراتش تا اونجایی که میتونه مثبت باشه و از اثرات منفیش جلوگیری بکنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من سعی میکنم که گفتار بعدی رو در هفته بعد ارائه بکنم، ولی به دلیل یه مقدار مشغولیت زیادی که دارم ممکنه یک فاصله چند هفته‌ای بیفته بین، شاید به ما هم برسه، بین این گفتار و گفتار بعدی. منتظر باشید، اگر عمری باشه حتما خدمتتون میرسم. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.